ستړي مسي جبار خان د ګریټ کوچنیان ولا رفت همایش ما د خدا ما خو رفتم رخصتی‌های عمومی که جشن آزادی پاکستان تجلیل میشه چند روز باقی مانده، اما سر صبح رخصت داده، یعنی چند روز پیش از رخصتی عمومی. حالی فعلا هم ببینین در شما نشان بدم هیچ ترددی گاڑی موتر ایتر چیزا وسایل نقلی اصلا هیچ وجود نداره دیگه. بریم طرفی بازار مریاباد اونجا ببینیم چی قراره. دکانا بخی بسته، یعنی ساعت 10 بجه روزه بسته. پیشو لیتر چنده؟ 270 1000 برزم. میبینین بازارات تقریبا خالیه، دکانا بسته ہے. همین منطقه که هزارها میشینه، هزارهایی همین علمدار رود مریاباد باشه یا یکی بروری باشه، والا بهترین مردم هستن، بهترین انسان هستن. از نگاه نظافت بگیم، از نگاه برخورد بگیم، بسیار خوش مزاج، بسیار خوش اخلاق دیگه. مردمایی که اصلا بیغرض است، به کار کس کار ندارد، بسیار خوش آدم میاد ای ساحا که بیایم. انسان خستگی جسمی یا عصبی داشته باشد ای ساحا بیایم، اصلا اگر کدام فعالیت یا نخنده هم مثلا تنها بگرده باعث آرامش روحی و جسمانی انسان میشه. هرچند که لهجه از این مردم خیلی تفاوت داره، یعنی هزارگی اگر وقتی که صحبت منن زیادتر انگلیسی و اردو گرد است خواه، اما باز هم خوش آدم میاد، یعنی اگر کسی نفهمه هم خوش آدم میاد، چون هرچند باشه خونی از خود خواه. امو رقم که مگه هزاره هر جایی که باشه امو هزاره ولو در هر لحجه که صحبت منه همین خونی هزاره در رگهایش جریان داره، اونمو کافیه. السلام علیکم. ستړي مسي جبار خان د ګریټ کوچنیان ولا رفت او دا ګټه ولا نه نه ګټه ولا نه
دیزاین اگر رقم میگوی باشه نیست شاید سید بخش که مارکر خوبه ای بورد مارکر و دوی دانه شین رنگ دوی پکیت بخش که چطور بود پشتوی ما؟ چکار کنیم دیگه پشتو که نگوییم هم نموشه یا یاد که نگریم هم نموشه چون برادران هم خدا در هر کار که هست اینا هست خون نفر داره دیگه کاربار به بازارم زیادتر در دیستم زینوه راستی من یادم رفت در مورد مهاجر بگیر خاصلا نیست صحبت نکردم مهاجر بگیر دیگه همچنان ادامه در آقا در داخل مناطق هزارتان و علمدارود البته او قدر نمیایه خب به یه وقتا البته از خارج از شهر کویته اگر کسی سفر مونه یا از یک شهر دیگه شهر سفر مونه برای از اونا مشکل هم میگیره گیر منه هر جای گیر کنه پسته باشه یا کدوم گزمه برابرش نمیگیره دیگه مواظب خوب باشین دوستا این عزیزان اینی هم بود از شهر کویته دیگه من در پس سمت خانه برم بخیر که فروجان از مکتب یا از اسکول چوتی میشه رخصت میشه باید خود از زودتر برسونم دیگه امیدوارم که از ویدیو امروزی من خوش شما آمده باشه تا دیدار بعدی را شما را در خدای پاک می سپارم